یه لنز خیلی 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 خاص، منحصر به فرد و خفن عرضه شده. سلام رفقا، من نیما ماهانی هستم و خوش اومدید به رسانه تخصصی دوربین لند. خیلی هیجان زدم. این شما و این سونی 50-150 F2. از طراحی ظاهری شروع کنم. اینترنال زومینگ، وزنش 1340 گرمه که تقریبا سنگین حساب میشه، اما طراحیش جوریه که موقعی که روی دست دارین عکاسی یا فیلم برداری انجام میدین سنگینیش زیاد حس نمیشه. رینگ دیافراگم داره، دکمه کلیک و دیکلیک کردن همین رینگ دیافراگمو داره. رینگ زوم خیلی نرم و عالی طراحی شده، حسش از 70-200 سونی خیلی بهتره. 3 تا دکمه با قابلیت شخصی سازی داره، دکمه AFMF داره. خبری هم از لرزشگیر داخلی توی این لنز نیست. خیلی هم مسئله مهمی نیست، چون تقریبا تمام دوربین های سونی الان از لرزشگیر داخلی روی سنسور بهره مندن و خیلی مهم نیست که روی لنز لرزشگیر داخلی وجود داشته باشه. ولی خب لنز 70-200 سونی لرزشگیر داخلی داره و این لنز این لرزشگیر داخلی رو نداره. زیر لنز پایه اتصال سه‌پایه و مونوپاد قرار داره. دهنه لنز هم 95 میلیمتره که خیلی بزرگه دهنش. این لنز 4 تا موتور فوکس داره. بسیار فوکس کشی رو نرم و روون و سریع انجام میده. بهترین سیستم فوکسی که توی لنزهای سونی وجود داره مال این لنزه. واقعا حرف نداره، معرکه است و واقعا کلمه معرکه برازندش. ساختار داخلیش هم 19 المان در 17 گروه. راجع به فوکال 50 تا 150 میلیمتر این لنز خدمتتون بگم که شما 5 تا لنز رو توی یه دونه لنز در اختیار دارید. 50 میلیمتر، 85 میلیمتر، 105 میلیمتر، 135 میلیمتر و 150 میلیمتر رو توی یه لنز در اختیار دارید. بسیار فوکال رنج عالیه. این فوکال رنج مشابه همون فوکال تمرون 35-150 F2.28. تمرون 35-150 فوکال رنج بهتری نسبت به این لنز 50-150 سونی داره، ولی از لحاظ کیفیت تصویر تمرون کجا سونی کجا. حرف کیفیت شد، فقط همینو بهتون بگم که کیفیت تصویر این لنز حرف نداره، بی‌نظیره. از لحاظ شارپنس، تون، کنتراست، رنگ، عمق میدان، زوم، سرعت فوکس بی‌نظیره، فوق‌العاده است. همه چیزای خوبی که توی هر لنزی وجود داره رو جمع کردن و توی این لنز قرار دادن. ته تهشه. تو شرایط کم نور این دیافراگم F2 واقعا خروجی تصویر با کیفیت و عالی رو بهتون میده. عین لنزهای پرایم. واقعا کیفیت تصویرش با لنزهای دیافراگم F1.8 هیچ فرقی نداره. واقعا به هم شبیهن و خیلی سخت میشه تفاوت این دوتا رو متوجه شد. از لحاظ تون، کانتراست و شارپنس و سرعت فوکس هم عین همون لنزهای F1.8، 1.4 و حتی F1.2. واقعا سرعت فوکس این لنز محشر و عالیه. کیفیت تصویرش واقعا خیره کننده است. اگه تجربه کار با لنزهای جی مستر سونی رو داشته باشین، حتما این موضوع کروماتیک ابریشن رو باش برخورد کردین. یه رنگ بنفشنگی تو لبه سوژه وجود داره به نام کروماتیک ابریشن. این 50-150 F2 تنها لنز جی مستر سونیه که کروماتیک ابریشن نداره. توی هر حالتی که تستش کردن این کروماتیک ابریشن وجود نداشت. واسه عکاسی و فیلم برداری واقعا کاربردی و راحته. خیلی راحت میشه باهاش کار کرد. عکاسیش که خیلی راحته، خب لنز خوش دستیه، مشکلی پیش نمیاره. واسه فیلم برداری هم خیلی راحت میتونین روی گیمبال ستاپش کنین و چون اینترنال زومینگه، اگه زوم کنین یا زوم بک کنین بالانس گیمبالتون رو به هم نمیزنه و تقریبا روی 80% گیمبال هایی که تو بازار وجود داره راحت ستاپ میشه و هیچ مشکلی پیش نمیاد. قیمت سونی 50-150 F2 جی مستر $3900. شاید الان با خودتون بگین که $3900 قیمت خیلی زیادیه، ولی شما 5 تا لنز رو تو یه دونه لنز در اختیار دارین. قیمت لنزهای 50-1.8 85-1.8 105 135 کنار هم بذارین میبینین تو مایه های همین لنز در میاد قیمتش، ولی از لحاظ کیفیت تصویر اصلاً به پای این لنز نمیرسن و اینجا به این نتیجه میرسیم که این لنز واقعاً با این قیمت $3900 لنز مغروم به صرفه‌ایه. ترکیب این لنز 50-150 F2 جی مستر
با لنز 2870 f2 جی مستر یه ترکیب فوق‌العاده خفن و هیجان انگیز و خارق‌العاده است. اگر هم شما هم مثل من از این غول 50-150 f2 خوشتون اومده، لایکو بکوبین و خیلی متشکرم از اینکه تا انتهای ویدیو با من همراه بودید. خدا نگهدار.